سلام دوستان، درباره ایردراپ گوبلین یا ارز GMG. عجب ایردراپ خفنیه. قبلا اگه بخوام چیز کنم، این بازی خودش فعلا که لیست شده از این پلتفرم یا از این ربات میتونید شما بیشتر استخراج کنید. قبلا ایردراپش برگزار شده، الان قیمتش که این بالا نوشته که 7 سنت یا 17 USDT. چند تا بخش مختلف داره، از چند روش میتونید هنوز پول در بیارید، یا همین که برای مان کردنش میتونید دوباره مان کنید که اینجا باید یه صندوق خریداری کنید. صندوق چجوری میخرید؟ صندوق توی این قسمت باید خریداری کنید با 200 از این سکه‌ای که خود گوبلین هستش. بعد با اینا میتونید ارتقاش بدید، با این موارد میتونید شما ارتقاش بدید که تو هر ساعت چقدر استخراج کنید. بعد اصلی ترین چیزش که باید داشته باشید این وسایل هرچی که شما بخرید و لولش ببرید بالاتر، بیشتر میتونید ارتقا بدید. نکنن تو این قسمت اصلی این داره اینجا چشمک قرمز میزنه، هی خاموش روشن میشه، میگه شما هنوز این چیز رو خریداری نکردید. یعنی من حتی این نفراتی که باید بر استخراج، چون من قبلا اینا کامل کرده بودم، وقتی تموم شدش دوباره اینا صفر شد، بعد از اول اینا رو با سکه گوبلین یا همون GMG خریداری کنید که من 2 تاشو فعلا فعال کردم، فقط مونده این قسمت، این 2 تا رو. بعد یه روش‌هایی که الان هست، هم برای فرند میتونید دعوت داشته باشید، از دعوتتون میتونید کسب کنید. من الان از دعوتام گرفتم، 1-2 تا دعوت داشتم. بعد اینجا قسمت این بازی، با این بازی‌ها، با این بمب و این یکی تاس میتونید شما دوباره سکه استخراج کنید، سکه به دست بیارید و ارتقا بدید. اون مقدار سکه اولیه رو که به دست بیارید و بازی رو بخواید فعال کنید، اون وسایلی که احتیاج دارید واسه ماین کردن رو فعال کنید، دیگه بقیهش راحت. این بازی تاستش هم که خیلی مشتیه، شما اینجا فقط تشخیص بدید که عددی که این طرف هستش، عددی که بعدم میخواد این طرف بیاد، این به نظرتون کوچیک‌تره یا این یکی. حالا من میگم که مثلا 43 کوچیک‌تر، درصدش رو میزنیم حالا 43، شاید الان اون بیشتر باشه و 43 کمتر بود و مقداری بردیم. اگه 71 کوچیک‌تر باشه بخواید انتخاب کنید، 3.31% سکه بهتون میده. ولی چون این عدد بالایی هستش و امکان داره که عدد این طرفتر، چون 100% این ورتر میشه نزدیک 70% این ورتر کمتر میشه دیگه، این وریه اینو زدش 1.37%. حالا من این وریه رو انتخاب میکنم، این سری چون این چیز شد من باختم. این هم این روش هم میتونید سکه در بیارید، خیلی باحاله. بعدش هم یه چیز دیگه هم که بودش و خیلی جالب بودش اینه که شما میتونید از این روش دوباره از طریق تکس ها که فعلا تکسی نداره، این بالا قسمت GMG پرومو، شما میتونید در این قسمت هم چیز داشته باشید، درآمد داشته باشید. درآمداتون اینجا هر 1000 تا از این سکه ها، ببینید چقدر تا تون میشه. هر 1000 تا از این سکه ایردراپش که هنوز چیزه، میشونید شما 6.71 تون دریافت کنید، یا اصلا میتونید دریافت نکنید و به جاش همون سکه رو بگیرید و لولتون رو برید بالاتر. اینجا اگه تو همین قسمت، اگه این توی مربع تبلیغ داشته باشید، عضو هر چیزی که هستید تبلیغتون رو بکنید و لینک اون تبلیغی که گوشید تو فضا مجازی اینجا وارد کنید، از اینجا هم دوباره میتونید درآمد داشته باشید. طی 96 ساعت، این پایین نوشته که
96 ساعت طول میکشه تا بررسی کنیم و بهتون پاداشتون رو پرداخت کنیم. اینجا هم که بالانستونه، هم بالانس رو به این سکه نوشته GMG، هم بالانس منو به تون نوشته. اگه بره بالاتر که به سولانا هم مینویسه. دیگه چیز خاصی فکر نمی کنم داشته باشه. این تکس هم که قبلا انجام دادم، اینا هم که انجام ندادم، اینا مشخصه زمانی که اردلاپش بوده. خب پس معطل نکنید، لینکتون رو بردارید، دوستاتون رو دعوت کنید و از بازی اردلاپ مهیج گوبلین نهایت استفاده رو ببرید. وقت بخیر، خدا نگهدار.